سلام، من وحید هستم و این ویدیو رو به سفارش خانم هوشمند دارم ضبط میکنم که در اون قراره راجع به بیماری دو قطبی یا بهتر بگم اختلال دو قطبی و شخصیت خودم کمی حرف بزنم. خب سوال اول اینه کی این اختلال شروع شد و با چه اتفاقی افتاد و علائم مانیا و افسردگی چیا هستن؟ این اتفاق چطور شروع شد؟ ببینید، من یک شروع شهودی داشتم به نظرم. از لحاظ علمی خیلی قابل بررسی نیست و احتمالا شما هم خیلی از این روایت خوشتون نیاد. حدوداً 9 سال پیش بود، من در دانشگاه صدا و سیما تهران دانشجو بودم و برگشته بودم برای تعطیلات عید به شهر خودمون یعنی قشم و در قشم مشغول کار بودم. یک روز صبح رفتم مغازه، اتکان فروشی هم داشتیم، کار شیکی بود. رفتم مغازه، حالم خوب بود. گفتم یکمی کار کردم، گفتم یعنی چی؟ پول در بیار، زن بگیر، بچه دار شو، بمیر. این زندگی خیلی خواستنی نیست. بعد ببینین، ما به خاطر تایم کاری بالامون به نوبت بالای مغازه میخوابیدیم. قبل از خواب یک دعایی کردم پیش خدای خودم. گفتم خدایا این زندگی به زیستنش نمیارزه، یک کاری بکن. خوابیدم، بیدار شدم و این شروع هیپومانیای من بود برای اولین بار. از خواب که بیدار شدم پر از انرژی، پر از شور، پر از عشق. عشق خیلی در زندگی من غلیان میزد و من خیلی حال خوبی داشتم. یادم شبش رفتم کنار دریا و به نوعی با دریا یک فرار ارتباط ایجاد کردم. دریا خیلی خشمگین بود و من به آب نزدم، البته شما بلد نیستم اینم بگم. و گذشت و رفتم دانشگاه بعد عید رفتم دانشگاه و کم کم افسردگی سراغم اومد. من از سن 13 سالگی یک افسردگی خیلی حاد گرفتم و از بچگی هم بچه شادی نبودم. در اون 13 سالگی اوج افسردگی من بود در طول این سن 29 سالم و کم کم اون افسردگی هم از بین رفت و تبدیل شد به یک افسردگی ملایم. کسی شما رو درک نمی‌کنه و شما کسی رو درک نمی‌کنید. میل به خودکشی دارید، میل مرگ دارید، میل به از این دنیا رفتم و میل زیاد به خواب. برای من خواب یک مأمنی بود. البته در دوره افسردگی 13 سالگیم خوابم آشوب شده بود و خیلی سخت بود برام. حداقل از اون بعد خواب رو داشتم و قبل از اون و زمانی که و این شد شروع هیپومانیای من. و نکته اینجاست که اگر بخوام علمی بررسی کنیم، من در سن فکر کنم 21-2 سالگی یک بار ماریجوانا مصرف کردم در شهر اصفهان و خب خیلی هم سم بود به گفته بچه‌ها. من نمیدونستم، ساقیمون خیلی این کاره بود، مراعات حال اولین بار من نکرد و من دچار توهم شدم. اون شب من دوستم رو شکل کلاغ می‌دیدم و یکی دیگه از دوستام شکل چی می‌دیدم؟ اژدها. از این اژدها چینی‌ها هستن، بلند حرکت میکنن تو مراسمشون. این که میگم شکل کلاغ می‌دیدم به این معنی نیست که یه گوشه وایساده از این ور میپره به اون ور غار غار غار. نه، میدونستم این دوست منه ولی چهرهش در هم رفته بود و سیاه شده بود و یک منقاری زده بود بیرون. البته وقتی که خوابیدم و بیدار شدم این قضایا گذشت. 2 ماه بعدش همون دوستم رو توی خوابگاه توی دانشگاه دوباره شکل کلاغ دیدم، این بار بدون ماریجوانا. من فقط یه سری ماریجوانا مصرف کردم، بعدش دیگه نرفتم سراغش. چیز خوبی نبود برای من. و اون شخص رو شکل کلاغ می‌دیدم. بعد کم کم هذیان و توهم اومد و بستری شدم. و نشونه‌های افسردگی و شیدایی چیه؟ افسردگی رو که اکثرا میدونیم، ما همه ژن افسردگی رو داریم. یک کمی اوضاع خراب میشه، تو خودمون میریم، کم حرف میشیم، به فکر خودکشی میافتیم. بعضیا کم خوراک میشن مثل من، بعضیا پر خوراک میشن. و خب افسردگی حالت خیلی خوبی نیست، واقعا لذت بخش نیست نسبت به شیدایی که خیلی لذت بخشه. شیدایی اما یک حال عجیبه، یک اعتماد نفس بالا، سرخوشی فوق‌العاده بالا، عدم میل به خواب، عدم میل به خوراک و یک انرژی
مهار نشدنی که شما رو هی از این سمت به اون سمت میکشونه و در ضمن در این دوره شما دچار پرش افکار هم میشید. و خب اگر کار هیپومانیا به مانیا برسه، اون موقع شما دچار هذیان و توهم هم میشید و اینها کار شما رو به تیمارستان میکشن. من واژه تیمارستان رو به بیمارستان روانی ترجیح میدم، خیلی رک‌تر و محکم‌تر و واقعی تره. بعدش آیا سابقه خانوادگی داشتی؟ بله، من عمویی داشتم که فکر کنم حدوداً 35 سال پیش خودش رو کشت و فوت کرد. این عموی من یکمی ناخوش احوالی‌های روانی داشت. خب دکترم که اون زمان نبود ببرن و آگاهی نبود، اصلا پیش ملا بردن، 2 تا ورد خونده و تحصیلی هم نداشته. بعدش دیگه خب خیلی آدم خوبی بوده، میگفتن خیلی دادم دوست داشتنی بوده، من ندیدمش، به سن من قد نداد. ولی این عمو خودش رو کشت و یک ژنتیکی برای ما باقی موند. این که یک نکته من قبلا فکر می‌کردم کسی که 2 قطبیه باید ژنش هم حتما 2 قطبی بوده باشه منشأش، ولی اینطوری نیست. ناخوش احوالی‌های روانی انتقال پیدا می‌کنن و در شکل‌های مختلف بیماری با عنوان‌های مختلف خودشون رو بروز میدن. برای من 2 قطبی بود. بعدش چه چالش‌هایی با این بیماری برای شغل و یادگیری و درس داشتیم؟ برای شغل من یه نکته بگم، این مثال بزنم. فکر کنید شما یک فروشگاه زنجیره‌ای دارید. یکی از اشخاص شما 2 قطبیه. 4 سال پشت سر هم هر 4 سال شیدا میشه. اومده برای گرفتن یک کاری. خب وقتی که یه نفر شیدا میشه 2 هفته قبلش قبل که اوج پیدا کنه دست از کار میکشه. عموما 2 هفته اگر خوششانس باشه بره بیمارستان روانی یا اون بیمارستان خودمون، اونجا 2 هفته هم بستری میشه 1 ماه و 3 ماه هم حداقل گیج و منگی قرصا توی وجودش هست و کمی اسلو میشه. به عبارتی وقتی که اینطوری باشه این شخص 4 ماه نمیتونه کار کنه در سال، اگر هر سال داره شیدا باشه و کنترل نشه. خب و من 4 سال شیدا شدم و کنترل نشد. من به این شخص کار نمیدم، هیچ کس کار نمیده. دانشگاه هم ازت میگیرن، یه بار میری نام پزشک میاری، 2 بار نام پزشک، بار سوم میگن دیگه بابا بسه برو خونه، نمیخواد هی بیای وایدا رو خراب کنی وقت ما هم بگیری. دانشگاه هم عذر منو خواست. بعدش آیا از اول تونستی بپذیری اختلال رو؟ اگر نه چی شد که پذیرش رسیدی؟ حدوداً چند بار بستری شدی؟ من تا 4 بار بستری شدم و از اول کی قبول میکنه دیوونه است آخه؟ یه اتفاقایی برات میفته خیلی عجیبه، خیلی خواستنیه در دوره شیدایی البته. و خب بعد بستری میشه بهت میگن دیگه قرصاتو سر موقع بخور. قرص چیه؟ مریضی چیه؟ کی به رسمیت میشماره؟ من که نشمردم. بار اول نشمردم، بار دوم نشمردم، بار سوم نشمردم و برای بار 4م بود که دانشگاهش از من گرفته میشد و کل امیال و آرزوهای من داشت سیاه میشد برای اون بره از زمان. و نکته اینجاست که این بار 4م من جدی گرفتم، دکتری که داشتم جدی نگرفت. یعنی من دکترم من دکتر آقای فروزش دکترم بود، دکتر خوبی نیست اصلا. دکتر بعدین دکتر سید حمزه صدیق بود که فوق العاده انسان دوست داشتنیه. یکی هم بود دکتر حمزه صدیق به من معرفی کرد برای تهران، بهش گفتم یه نفر خوبه. اون شخص اصلا آدم چیزی نبود، قابل اعتمادی نبود، یعنی نتونست کنترل کنه و داروهای جدیدی به من بده تا فازمو کنترل کنه و گفت حل شد قضیه، مشکل اینجا رو گرفتیم. و من بار 4م شیدا شدم و خب کار خراب شد. من برای سال 3 بود که قضیه رو جدی گرفتم و از اون به بعد الان جدی گرفتم، قضیه کاملا جدی ام و نمیخوام به هیچ عنوان دیگه 2 قطبی من اوت کنه. خیلی جدی با دکتر روانشناس و داروها کنار میام. چی بهت گذشته این مدت و الان در چه حالی؟ سخته. ببینید یک تعریفی از بیماری 2 قطبی است، اختلال 2 قطبی است، به این عنوان که انسان‌هایی وجود دارن که میتونن اوج احساس شادی و قعر احساس افسردگی رو تجربه کنن.
خب آدم ها از اونجایی که همه ژن افسردگی رو دارن خب اون قرار رو میتونن تجربه کنن، ولی اوجش رو شما نمیتونید تجربه کنید. اعتماد به نفسی که در شیدایی سراغ من میاد، شما کوکائین مصرف کنید تا بتونید تقریبا اون رو احساس کنید. سرخوشی که من دارم شما به شما نمیتونید چی کنید، تجربه کنید. و اگر هم تجربه کنید، خبر بد رو باید داشته باشین که بعدش هذیان و توهم میاد و شما دیوانه میشید. پس الان در چه حالم؟ الان حالم خیلی خوبه. الان حال من از قبل 2 قطبی بهتره. یعنی چی؟ خب طبیعتا باید بد باشه، این قبلش خوب باشه. من اون زمان افسرده بودم و نمی‌فهمیدم افسردگی یعنی چی قبل از 2 قطبی 8 سال 9 سال پیش. و دارو درمانی هم دنبال نمی‌کردم. الان دارو درمانی دنبال می‌کنم و خب حالم خیلی خوب شده. خدا رو شکر. دیگه 1 سالی هست، 1.5 سال که داروهام از تغییر نکرده. یه مودم و با توجه به اینکه روزی 3 تا نصفی لیتیوم 300 میخورم، دکترم بهم این تضمین داده که از لحاظ علمی ممکن نیست من شیدا یا افسرده بشم و اینطوری هم شد. این ریسک رو کرد، دوز لیتیوم رو برد بالا و داروهایی هم در کنارش گذاشت که الان 1.5 ساله که شاید بگم در طول این 1.5 سال 1 هفته هیپومانیا بودم، 1 هفته فاز غمگینی رو داشتم و همین. بقیهش نرمال مثل شما. گاهی اوقات یک سینوسیه دیگه، گاهی یه خبر خوب میشه این خلقتو میکنی میره بالا بعد میاد پایینه و همین شکل میگذره و این خیلی پیچیده و عجیب نیست. منم مثل یک آدم عادی ام، فقط یاد گرفتم که صبح جای اینکه مثلا لیوان قهوه رو سر بکشم 4-5 تا قرص برم بالا، شب قبل از خواب بعد از مسواک زدن 4-5 تا قرص برم بالا و زندگیم خیلی خوبه. من در این 1 سال اخیر گاهی احساس خوشبختی میکنم، خیلی برام گنگه. یعنی توی 29 سال اولین بارهایی که دارم همچین احساسی رو تجربه میکنم و احساس خوبیه. بعد یه نکته راجع به این که جنون چیه. جنون رو عموما میگن یک عدم ارتباط صحیح با واقعیت یا عدم ارتباط درست با واقعیت. من چیز دیگه میگم با یک مثال. جنون یعنی شما شیدا باشید و بخواید بین خدا و شیطان دوستی برقرار کنید، آشتیشون بدین. من این کارو کردم در یکی از فکر کنم اولین دوره شیداییم بود. این کارو کردم و البته من در دوره‌های شیداییم گاهی صدای خدا رو میشنوم. شما یا خدا پرست هستید یا نیستید. اگر هستید امکان این هست که چون موسی شنید من هم میتونم بشنوم. یعنی خیلی چیز عجیبی نیست، پیش میاد و خب خیلی مثل خوشایندی بود. اون زمان که خواستم آشتی بدم خدا و شیطان رو، اینو که گفتم شیطان تو گوشم قهقهه میزد، من گریه میکردم، حالم بد شد، تو آینه نگاه میکردم خودم ترسناک بود چهرم. بعدش که رفتم جلو خدا این شیطان داره من اذیت میکنه. خدا گفت اولا به تو مربوط نیست این قضیه. بعدش هم اونم درست کرد و حال من خوب شد و شیطان رفت و من خوب بود حالم دیگه. یک نکته هم بگم، به نظر من، حالا این نظر من به عنوان یک بیمار کسی که اختلال 2 قطبی رو 8 سال تجربه کرده، دارو مهمترین چیزه در درمان که نه، کنترلش. این دارو به نظر من یک زمانی به دکترم گفتم آقای دکتر چند درصد بیماری من روان درمانیه و چند درصد دارو درمانیه؟ گفت نه 5% دارو درمانیه و 5% روان درمانی. من رفتم تست کردم روان درمانی، دیدم نه نتیجهش بیشتره، تاثیرش بهتره و الان به چی رسیدم که حدوداً 20% روان درمانیه و روان شناسیه و 80% دارو. حقیقت اینه 2 قطبی یک بیماری مربوط به اعصاب و روانه مثل خیلی دیگه و تا دارو نباشه شما هر چی برین باش صحبت کنین به جایی نمیرسین و خیلی کمکی نمیتونین بهش بکنید. و در نهایت
فکر کنم جالب باشه براتون. من یک کتابی نوشتم به اسم عاشقانه های در جنون. بعضی از داستاناش، اکثر داستاناش در مورد تجربیات شیدایی منه. فکر کنم خوندنش براتون به عنوان یک روانشناس که میخواد آشنا بشه با دنیای یک شخصی که چندین بار شیدایی رو تجربه کرده، خوب باشه که یه سری به این کتاب بزنید. عاشقانه های در جنون، وحید هوشمند، نوشته وحید هوشمند، و فکر کنم تو تاقچه باشه. یه داستانم به خانم هوشمند دادم، اگه خواستین ازش بگیرین و بخونید تا آشنا بشید با فضای داستانای من، و اگر اطلاعاتی بیشتری راجع به کتاب میخواین با خانم هوشمند صحبت کنید. من خیلی ممنونم که تا به اینجا به حرفای من گوش دادین. امیدوارم که حرفام مفید بوده باشه. خداحافظ.